امروزه سرمایه‌داران بزرگ دنیا با دارایی‌های خالص چند صد میلیارد دلاری در حال تلاش برای گسترش پروژه‌های کاری خود و تسلط مطلق بر جهان هستند. زندگی اکثر مردم دنیا خوب یا بد تحت تاثیر فعالیت‌های این افراد قرار دارد. طبق نظر برخی از مردم، فعالیت‌های این افراد بیشتر در راستای نابودی محیط زیست و زیان رساندن به بشریت است. نظرتون هر چی که باشه، به احتمال زیاد دوست دارید که با شغل افراد ثروتمند جهان آشنا بشید و بیشتر درباره کارهایی که میکنن بدونید. اگه اینطوره، تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. ایلان ماسک رتبه اول این لیست به کسی تعلق می‌گیرد که این روزها نامش در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی بسیار زیاد شنیده می‌شود. ایلان ماسک مدیر عامل 50 ساله شرکت تسلا و بنیانگذار پروژه فضایی اسپیس ایکس است. البته این دو منصب تنها منبع درآمد ثروتمندترین مرد جهان نیست. منبع درآمد ثروتمندترین افراد دنیا اصولاً به یک حوزه یا شغل محدود نمی‌شود و این افراد از راه‌های مختلفی کسب درآمد می‌کنند. او در سال 2002 با هدف تسهیل سفر انسان به فضا پروژه اسپیس ایکس را آغاز کرد و اکنون نیز به عنوان مدیر اجرایی این پروژه فعالیت می‌کند. ماسک در سال 2004 به عنوان طراح ارشد وارد کمپانی تسلا شد و اکنون مدیر و سهامدار اصلی این کمپانی میباشد. او در سال 2006 به عنوان طراح ارشد تسلا به یک کمپانی انرژی‌های خورشیدی در به ثمر رساندن یکی از پروژه‌هایشان کمک کرد و چند سال بعد سهام آن کمپانی را خریداری کرد. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، در مورد منابع درآمد ایلان ماسک شبهات زیادی وجود دارد. اصولاً شغل ثروتمندترین شخص در دنیا همیشه هم رسانه‌ای نمی‌شود و در بسیاری از موارد این اشخاص منابع درآمد سری هم دارند. آمارها نشان می‌دهد که توییت‌ها، صحبت‌ها و جهت‌دهی‌های خاص ایلان ماسک باعث تغییرات قیمت شدید ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و دوج کوین شده است. عده‌ای ایلان ماسک را مغز متفکر پشت پرده تمام ارزهای دیجیتال می‌نامند. جف بزوس این میلیاردر 58 ساله اصالتاً آمریکایی است و همکنون به عنوان مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک آمازون فعالیت می‌کند. نکته جالب درباره این مرد تغییر شغل و حتی رشته دانشگاهی اوست. اگر دوست دارید کمی هم درباره شغل سابق ثروتمندترین افراد جهان بدانید، بیان این نکته خالی از لطف نیست که جف بزوس پس از پایان تحصیلات دانشگاهی خودش در چندین شرکت فناوری و کامپیوتری فعالیت کرد تا نهایتاً ایده یک وبسایت خرده‌فروشی آنلاین به ذهنش رسید. او با یک ریسک بسیار زیاد در سال 1994 میلادی روی حوزه ناشناخته‌ای به نام اینترنت سرمایه‌گذاری کرد و در سال 1995 اولین ویرایش از وبسایت amazon.com در دسترس عموم قرار گرفت. طی یک دوره 5 ساله سهام این شرکت رشد حبابگونه‌ای داشت و به مرز $106 رسید. اما با آغاز بحران اقتصادی و ترکیدن حباب شرکت‌های تازه‌کار، آمازون به مرز ورشکستگی و نابودی کامل رسید. جف بزوس نهایتاً با ایجاد یک سری تغییرات بنیادی توانست آمازون را سالم از این مهلک خارج کند و اکنون در مسیر تبدیل شدن به ثروتمندترین شخص جهان قرار دارد و در رقابتی تنگاتنگ با ایلان ماسک است. او علاوه بر شرکت آمازون در سال 2013 مالکیت روزنامه واشنگتن پست را نیز تصاحب کرد و اکنون صاحب یکی از قدرتمندترین رسانه‌های جهان است. برنارد آرنو کسب و کار پولدارترین افراد دنیا همیشه هم با تلاش و پشتکار به دست نیومده و گاهی اوقات کمی فرصت طلبی و موقعیت شناسی لازمه رسیدن به موفقیتشون بوده. برنارد آرنو یک سرمایه‌گذار، کارآفرین و کلکسیونر آثار هنری اهل فرانسه است. او ابتدا همراه با پدرش در فرانسه مشغول ساخت ساختمان‌های تجاری و مسکونی بود. کمی بعد او وارد حوزه تجارت و معاملات املاک شد. او با مهاجرت به آمریکا توانست مجتمع‌های معروفی را در ایالت فلوریدا بسازد و از این طریق سرمایه بزرگی به جیب بزند. برنارد آرنو به عنوان یک فرد بدطینت و شیطان صفت شناخته می شود. او پس از بازگشت به فرانسه با استفاده از بحران مالی کمپانی کریستین دیور با پرداخت فقط $15 میلیون و دریافت وام‌های کلان از دولت فرانسه این شرکت را از ورشکستگی نجات داد. کمپانی کریستین دیور یکی از معروف‌ترین غول‌های عرصه نساجی و صنعت پوشاک است. او کمی بعد بخشی از سهام خودش از دیور را به قیمت $400 میلیون فروخت و 24% از سهام کمپانی لویی ویتون را خریداری کرد. کمتر از یک سال بعد آرنو توانست رئیس لویی ویتون را در یک جدال حقوقی شکست داده و قدرت یکی از بزرگترین کمپانی‌های کالاهای لوکس دنیا را در اختیار بگیرد. سلب قدرت از صاحبان شرکت‌ها باعث شده برنارد آرنو لقب بدطینت را از روزنامه‌نگاران فرانسوی بگیرد. شغل ثروتمندترین افراد جهان همیشه با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده و این شایعات درباره برنارد آرنو نیز همواره وجود داشته‌اند. وارن بافت
او یکی از سهامداران عمده اپل، گلدمن ساکس، کوکاکولا، پپسی و چندین شرکت بزرگ و مطرح دیگر است. وارن بافت 91 ساله با سرمایه‌گذاری درست و منطقی روی سهام شرکت‌هایی مثل جنرال الکتریک، بانک آمریکا و امریکن اکسپرس توانسته به درآمد چند ساله صدها هزار شخص عادی برسد. پدر وارن بافت از اعضای مهم کنگره آمریکا در سالهای 1942 و از سیاستمداران مشهور بوده است. وارن بافت قبل از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری چند سال در زمینه تحلیل بازارهای مالی و فروش اوراق بهادار فعالیت کرده است. لری پیج 50 ساله مدیرعامل اجرایی کمپانی گوگل است. باید گفت که او یک مبتکر در حوزه فناوری اینترنت و مالک اصلی شرکت گوگل است. او به همراه چند نفر از دوستانش موتور جستجوی گوگل را ایجاد کردند. به مرور زمان با کناره‌گیری اعضای اصلی از هیئت مدیره، لری پیج توانست در سال 2011 مدیرعامل اجرایی گوگل بشود. او مخترع ایده رنکینگ صفحات وب است. در واقع تمام موتور جستجوهای دنیا بر اساس ایده و نظریه لری پیج فعالیت می‌کنند. سرگی برین 48 ساله کارآفرین و مخترع متولد روسیه است که همراه با لری پیج شرکت گوگل را افتتاح کردند. در سالهای اخیر فعالیت برین در کمپانی گوگل کمرنگ‌تر شده و او در بسیاری از مراسمات و افتتاحیه‌های کمپانی غایب بوده است. طبق شایعات، سرگی برین روی یک پروژه در زمینه هوافضا سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده است و تمرکز خودش را روی راه‌اندازی این پروژه گذاشته است. به دلیل کمرنگ شدن فعالیت‌های او در گوگل، طبق اطلاعات رسمی، سرمایه او نسبت به همین مقطع در سال 2021 حدود 3 میلیارد دلار افت داشته است. گائوتام آدانی. شاید وقتی اولین بار از خودتان پرسیدید که پولدارترین افراد دنیا چه شغلی دارند، هرگز اسم یک هندی را میان پولدارترین مردهای جهان تصور نمی‌کردید. گائوتام آدانی تاجر و بازرگان 59 ساله هندی است. او فعالیت خودش را با افتتاح یک کارخانه تولید پلاستیک در هند آغاز کرد. با آزاد شدن اقتصاد هند، او مرزهای کاری خودش را به حمل و نقل، واردات و صادرات، معاملات ملکی و بازار مسکن گسترش داد. در سالهای اخیر آدانی به 2 بازار مهم ورود کرده است. او ادعا کرده قصد دارد بزرگترین تولید کننده انرژی‌های پاک و نو در جهان باشد و برای سرمایه‌گذاری 70 میلیارد دلاری روی این پروژه اعلام آمادگی کرده است. از طرفی دیگر، آدانی 9 سال در حال اخذ مجوزهای لازم برای تأسیس یک معدن زغالسنگ در استرالیا بوده است. از همه مهمتر، آدانی 74% سهام فرودگاه بمبئی که یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان است را در سال 2020 خریداری کرده است. این حرکت آدانی نشان می‌دهد که شغل افراد ثروتمند جهان گاهی اوقات برای آنها رضایت بخش نیست و همواره دنبال گسترش تجارت خودشان هستند. آدانی و خانواده‌اش جزو قدرتمندترین و ثروتمندترین خاندان‌های هندی هستند. مطمئنم همتون درباره شغل افراد ثروتمند دنیا کنجکاو بودید. توی این ویدیو تلاش کردیم نگاه کلی به زندگی و فعالیت‌های چند تا از ثروتمندترین آدمای دنیا بندازیم. امیدوارم که لذت کافی برده باشید. در آخرم اگه توی این ویدیو چیزی یاد گرفتی که قبل از دیدن این ویدیو نمیدونستی و به اطلاعاتت اضافه شد، لطفاً لایک کن و قبل از رفتن دکمه سابسکرایب رو بزن که بازم همدیگر رو ببینیم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.